دوستان عزیزم سلام. این خورشت خوشمزه رو میبینین که توی این ظرف سفالی که شمالیا بهش میگن گمج داره قل میخوره و آماده میشه، اسمش ترش کبابه. البته ربطی به انواع کباب نداره، ولی حتما مواد لازمش رو زیر این پست ببینید و درستش کنید و لذتش رو ببرید. برای درست کردنش هم اول مرغمون رو با نمک و فلفل و زردچوبه سرخ میکنیم تا مرغا حسابی طعمدار بشن. بعد از سرخ شدن مرغا رب رو هم کنارشون تفت میدیم تا عطر رب بلند شه و اینجوری به غذای عطر و طعم دیگه ای بده. حالا روش آب جوش میریزیم، پیاز قاچ کرده و چند حبه سیرم میندازیم توش و درش رو میذاریم تا 1 ساعت بپزه. حالا بادمجونایی رو که با نمک تلخیشون رو گرفتیم سرخ میکنیم و کنار میذاریم. یه عالمه سیب زمینی رو هم سرخ میکنیم تا لذت خوردن ترش کباب رو چند برابر کنیم. برای تزیین غذا هم گوجه ها رو سرخ میکنیم و کنار میذاریم. یه رب به آخر پخت خورشت باید بهش آبقوره اضافه کنیم و بادمجونایی که سرخ کردیم رو هم میچینیم روش. یه مشت از سیب زمینی ها رو هم میریزیم روش و تا یه رب دیگه یه غذای خیلی خوشمزه و خیلی آسون و خیلی جذاب داریم که درست کردنش رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون.